سلام به همه عزیزان. امروز خواستیم که از اثر علمی پدر ریالیسم سیاست از کتاب شهریار، اثر معروف نیکولا ماکیاول، یک تحلیلی داشته باشیم. کتاب شهریار نوشته ماکیاول یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین متون در تاریخ فلسفه سیاسی است. این کتاب که در اوایل قرن 16 میلادی نوشته شده است، به عنوان راهنمایی برای حکمرانان در چگونگی کسب و حفظ قدرت شناخته می شود. از این اثر تاریخی ما 15 نقطه کلیدی را به بررسی می گیریم و تاثیرات آنها را بر سیاست و حکمرانی به تحلیل می گیریم. نقطه اول، نقش فضائل و رذائل. ماکیاول معتقد است که یک شهریار باید بتواند نظر به شرایط هم از فضائل و هم از رذائل استفاده. او تاکید می‌کند که برای حفظ قدرت گاهی اوقات نیاز است که از اصول اخلاقی عدول کرد. نقطه دوم، اهمیت ظواهر. موافقت ماکیاولی بر اهمیت ظواهر تاکید دارد و معتقد است که حفظ ظاهر اهمیت بیشتر نسبت به واقعیت دارد. او می‌گوید که یک شهریار باید بتواند چهره خیرخانه را از خود نشان دهد، حتی اگر در عمل چنین نباشد. نقطه سوم، استفاده از خشونت. ماکیاول خشونت را به عنوان ابزاری برای حفظ نظم و قدرت مشروع می‌داند. او توصیه می‌کند که خشونت باید به صورت متمرکز و قاطع استفاده شود تا از بازتاب‌های منفی آن کاسته شود. نقطه چهارم که او اشاره می‌کند نقش بخت و چانس است. ماکیاول معتقد است که بخت و چانس نقش مهمی در ما، اما یک شهریار باید بتواند این عوامل را به نفع خود مدیریت کند. نقطه پنجم، اهمیت نظامیگری. ماکیاولی نظامیگری را یکی از اصول اساسی حکمرانی می‌داند و تاکید می‌کند که یک شهریار باید همیشه آماده جنگ باشد و مهارت‌های نظامی را باید تقویت بکند. نقطه ششم، نگه داشتن وفاداری. ماکیاولی به اهمیت وفاداری یتباع و نزدیکان شهریار اشاره می‌کند و می‌گوید که یک شهریار باید بتواند وفاداری آنها را جلب کند، حتی اگر به معنای فریب آنها هم باشد. نقطه هفتم، انتخاب مشاوران. ماکیاولی بر انتخاب درست مشاوران تاکید دارد و میگوید که یک شهریار باید از مشاورانی استفاده کند که به او وفادار باشند و توانایی ارائه مشاوره‌های دقیق و مفید را داشته باشند. نقطه هشتم، مدیریت تغییرات. ماکیاولی معتقد است که تغییرات اجتناب ناپذیر هستند و یک شهریار باید بتواند به طور فعالانه با تغییرات مواجه شود و آنها را به نفع خود مدیریت کند. نقطه نهم، استفاده از دین. ماکیاولی دین را به عنوان ابزاری برای کنترل و مدیریت مردم می‌داند و می‌گوید که یک شهریار باید بتواند از دین برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود استفاده بکند. نقطه دهم، ایجاد ترس و محبت. ماکیاولی معتقد است که یک شهریار باید بتواند هم ترس و هم محبت را در میان اتباع خود ایجاد کند، اما در نهایت ترس باید غالب باشد تا از شورش‌ها و بی‌نظمی‌ها جلوگیری شود. نقطه 11، اهمیت تصمیم‌گیری‌های سریع. ماکیاولی تاکید می‌کند که یک شهریار باید توانایی تصمیم‌گیری سریع و قاطع را داشته باشد تا از بلا تکلیفی و عدم قاطعیت جلوگیری شود. نقطه 12، بهره‌گیری از فرصت‌ها. او می‌گوید که یک شهریار باید بتواند فرصت‌ها را به موقع تشخیص داده و از آنها بهره برداری کند تا بتواند موقعیت خود را تقویت بکند. نقطه 13، استفاده از حیله و فریب. ماکیاولی معتقد است که در برخی مواقع استفاده از حیله و فریب میتواند به حفظ قدرت و جلوگیری از خطرات کمک کند. نقطه 15، اهمیت شناخت دشمنان. یک شهریار باید دشمنان خود را به خوبی بشناسد و بتواند استراتژی‌های مناسبی برای مقابله با آنها تدوین کند. نقطه 15، انعطاف پذیری. ماکیاولی میگوید که یک شهریار باید انعطاف پذیر باشد و بتواند خود را با شرایط مختلف سازگار کند تا از مشکلات و بحران‌ها به خوبی عبور کند. کتاب شهریار اثر ماکیاولی یک راهنمای جامع حکمرانی هست که به بررسی جنبه‌های مختلف قدرت و مدیریت سیاسی می‌پردازد. اگرچه برخی از توصیه‌های او ممکن است بحث برانگیز باشند، اما اهمیت و تاثیر آن در تاریخ سیاسی غیر قابل انکار است. ماکیاولی با تاکید بر عملگرایی و واقع‌گرایی اصولی را ارائه می‌دهد که می‌تواند بر هر رهبری در هر دوره مفید باشد.
تشکر از توجه شما. تا ویدیوی بعدی.